شمس العماره کاربریش چیه و چرا ناصرالدین شاه دستور ساختشو داد؟ پشت پرده دعوای سوگلی ناصرالدین شاه با معمار این بنا چی بوده؟ چند تا ویدیوی قبلی راجع به کاخ گلستان و اینکه از چیا تشکیل شده گفتم و امروز قرار راجع به شمس العماره صحبت بکنیم و ببینیم چیا داخلشه و چرا ساختنش. شمس العماره مربوط به دوره قاجاره و ساختش 2 سال طول کشیده و توی مجموعه کاخ گلستانه. این بنا 35 متر ارتفاعشه و 5 طبقه است. البته باید اینو در نظر داشته باشیم که عالی‌قاپو 6 طبقه است و ارتفاعش هم 2-3 متر بیشتره، اما با این حال بزرگترین ساختمانی بوده که توی تهران توی اون دوره ساخته شده. اولین بناییه که با فلز ساخته شده و ستون‌ها و نرده‌های طبقات بالاتر چدنی هستن. ناصرالدین شاه وقتی سفر میکنه به اروپا میره میبینه که ساختمان‌های بلند اونجا دارن میسازن و تحت تاثیر قرار میگیره و میاد ایران و میگه منم باید یک بنایی بسازم که از بالا بتونم شهر رو ببینم و چشم انداز خوبی داشته باشم و الگوش از عمارت عالی‌قاپو بوده و میگه یک چیزی تقریبا شبیه عالی‌قاپو برام بسازید. که طرح این بنا رو معیرالممالک میده و سازنده اینجا استاد علی محمد کاشی بوده. اینم بگم بهتون که توی اون زمان برای اینکه نشون بدی قدرت داری معمولاً با ساختمون‌هاشون این قدرت و این تجمل رو نشون میدادن. برای همین بوده که خیلی به بناهای تاریخی اون دوران اهمیت میدادن. برای همین ناصرالدین شاه هم میاد شمس العماره رو میسازه که یک جورایی مدرن باشه و هر کسی اومد از فرنگ و اروپا بگه واو مثلا ایرانیا چه خفنن و حالا هر فکری که داشته. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدی لطفاً با لایکت به هم نشون بده تا حضورتو حس کنم. طبقات پایین بنا برای مهمانی و تشریفات بوده و طبقه بالا برای تفرجگاه و خلوت شاه بوده و فقط شاه میتونسته اونجا بره. شاید پله‌هاشو اگر ببینید که ارتفاعشون زیاده. علتش بی‌دقتی معمار نیست. معمار میدونسته که باید پله‌ها رو کوتاه‌تر بگیره و علت اینکه این پله‌ها رو یک کمی ارتفاعشو زیاد گرفتن به خاطر اینه که میدونستن باید ارتفاعشو کم بگیرن اما فضا کم داشتن برای اینکه تعداد پله‌ها رو زیاد بکنن و مجبور شدن که ارتفاع رو زیاد کنن. قراره در مورد درب شمس العماره صحبت کنیم که تنها دریه که از دوران قاجار باقی مونده، در بزرگیه که امیدوارم فیلم ازش گرفته باشم. داستان از این قراره که هیئت وزرا در عمارت بادگیر تشکیل می شده و رئیس وزرا یک ماشین بزرگی داشته که 7 در بوده و اینا و می اومده جلوی این در پارک می‌کرده، نگه می داشته و از این در شمس العماره معمولا میرفتن و می اومدن برای جلساتشون. یه ساعتی بوده که سردر عمارت شمس العماره ما می‌بینیم. این ساعت رو ملکه ویکتوریا هدیه میده به پادشاه و خب وقتی که ناقوسش به صدا در می اومده همه تهرانی‌هایی که خب اون موقع تهران اونقدر بزرگ نبوده متوجه می‌شدن، یعنی صداشو میشنیدن. ولی خب انقدر صداش بلند بوده که کاخنشینان گلایه میکنن و شاه دستور میده که یکم صداشو کم کنن. میان صداشو کم کنن ولی خب باعث میشه که کلاً خاموش بشه و دیگه روشن نشه که میگن بعد از کلی تلاش سال 1400 ناقوسش بالاخره به صدا در اومده. از زمانی که میخواستن این بنا رو بسازن میگن که دعواهایی هم بوده که البته روایت اولش میگه که همه اومده بودن ایده های عجیب غریب میدادن برای طرح این بنا و ساخت این بنا که میرزا مهدی خان ناظر این بنا با غیبت خودش اعتراض خودش رو به شاه نشون میده و میگه فقط 1 نفر باید ناظر این بنا باشه نه 100 نفر. روایت دومی که هست میگن که معیرالممالک که پسرش داماد ناصرالدین شاه بوده همش درگیری داشته با کی؟ با انیس‌الدوله سوگلی شاه و سر بنا و این که چجوری بسازنش دعوا داشتن تا لحظه‌ای که ساختش تموم بشه. و نکته آخر و جالب ترین نکتهش اینه که میگن این بنا تنها بناییه که حقوق کارگران و بناها و همه رو دادن و تنها بنای دولتی بوده که لعن و نفرین کمی همراهش بوده توی دوره قاجار. البته تو قسمت بعدی قراره یه قسمت دیگه کاخ گلستان رو بهتون نشون بدم، اونم تالار الماسه، تالاری که داخلش کاغذ دیواری هست و تو جنگ عراق و ایران یک سری اتفاقات میفته و آسیب میبینه و مرمت میشه و اینکه چرا بهش میگن تالار الماس و داخلش رو کامل ببینیم. پس ویدیوی بعدی حتما با من همراه باش.